ба шабакаи телеграмии мо дохил шавед ва шумо аз аввалинҳо шуда mp3 тарҷумаи маънои қуръонро дастрас мекунед ва ҳамчунин дар викторина озмунҳои мо низ иштирок мекунед. мо бо ҳам пеш меравем. аллоҳ таоло дар сураи ҳиҷр мегӯяд: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ва эй паёмбар, ба ростӣ мо медонем ки ту аз он чи онон, яъне кофирон мегӯянд, озурдахотир ва дилтанг мегардӣ. аллоҳ ғаму ғуссаҳои дохилии моро медонад. дарду парешониҳоямонро новобаста аз он ки мо дар дил пинҳон мекунем ё ошкор мегӯем. агар ту дар ин ҳолат ҳастӣ ва дилтанг шудӣ ва дар парешониҳо ғарқ мешавӣ, чист роҳи ҳал? чӣ гуна осуда бошему дилро ором кунем? биёед суханони Аллоҳро гӯш кунем ки чӣ мефармояд. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. پس با پاکی یاد کن پروردگارت را هنگام فراگیری غم و اندوه و از زمره سجده کنندگان یعنی نمازگزاران باش و تا هنگامی که مرگت فرا می رسد پروردگارت را پرستش کن. امام نصفی می گوید ذکر و سجده همیشگی پریشانی را از تو دور می کند و قلبت را آرام می سازد. در حالتی که روحاً ناآرامی الله را فراموش نکن، چون که با یاد الله دلها آرام می گیرد. پروردگارت را حمد و ثنا خوان، بگو سبحان الله و بحمده. هر چی قدر لازم داری این را تکرار کن تا آن دمی که قلبت آرامی را حس کند و از سجده کنندگان باشی. سجده و رکوع و نماز گذار در نزد پروردگارت. سجده طولانی بکن، از آن الله است هرچی در آسمان ها و زمین و الله بر هر چیز احاطه دارد و چیزی از کارهای بندگانش بر او پوشیده نیست. الله تعالی می گوید با یاد کردن او تعالی دلها آرام می شوند. نقل می کنند که مردی بود، وی را درد و غمی سخت عذاب می داد. مرد نمازهایش را ترک می کرد. همه چی در زندگیش پریشان شده بود. با امر تقدیر وقتی رسید که همه نمازهایش را در وقتش ادا می کرده شد. از آن مرد پرسیدند چی سبب شد؟ در جواب گفت من در مدت طولانی آن را جستجو می کردم که تواند درد و اندوه مرا بشنود. الله شنوا و بیناست. از این را من در یک روز 5 مراتب به او مراجعت می کنم. این مرد آرامی و کامیابی را در نمازها دریافت. برادر و خواهرانم، شما باید به الله از ناآرامی و ناکامی هایتان شکایت کنید. به الله مراجعت کنید و به این خاطر برایمان خواندن نمازها داده شده است. الله تعالی ما و شما را از آن نگه دارد که غیر او از کسی دیگر بپرسیم. الله تعالی می گوید وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. و تا هنگامی که مرگت فرا می رسد پروردگارت را پرستش کن. یعنی الله تعالی می گوید تا آن دمی که مرگمان می رسد
از راه انتخاب کرده امان باز نکردیم و تا آن دمی که ما و شما در این راه مستحکم باشیم الله تعالی برایمان کمک میکند. اگر تو با مشکلی رو برو شدی فکر نکن که الله تو را فراموش کرده. نه، یقین دار که به تو راه می نماید و تو را از مشکلی می رهاید. براستی هم در دنیا و هم در آخرت بر عوض مشکلی هایت پاداش نیک می بینی. در سوره نحل الله تعالی می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ای کافران، لحظه وقوع قیامت و فرمان الله تعالی برای عذابتان نزدیک شده است. پس برای رسیدن آن شتاب نکنید. او پاک است از آن چی به وی شریک می سازند. روز قیامت حتما که می آید. آنهایی که می شنوید به باقی مانده عمرتان اهمیت دهید. در نمازگزاری هایتان جدی باشید. شریعت الله را به جایی که می باید به آنجا مانید. دعا می کنیم که الله تعالی ما و شما را در این راه قوی و از ما قبول گرداند تا آن دمی که ما و شما با او تعالی وامی خوریم. با نام الله بخشاینده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه ما، هر یکی شما را خوش آمدید میگویم. امروز روز شنبه است و باز وقت آن فرا رسید که ما و شما برنامه دانش و سنجش را برای این شام آغاز کنیم. برنامه ما این لحظه مستقیم پیشنهاد شما است. هر جایی که شما ما را تماشا میکنید مستقیم تماشا میکنید و هر یک از شما امروز می توانید چون همیشگی در برنامه ما اشتراک کنید و به قول برنامه ما اینتراکتیوی است. ما و شما با هم مستقیم صحبت میکنیم و شما مستقیم در برنامه ما می توانید در آزمون اشتراک کنید و برد کرده باشید. امیدوار هستم که صدا همش خوب است و جهت تکنیکی شما ما را خوب تماشا کرده می توانید و ثبت برنامه انشاءالله در شبکه قرآن دستورالعمل انسان بعد از اتمام رسیدن در دانش و سنجش مانده می شود و آنهایی که این لحظه ها ما را در شبکه قرآن دستورالعمل انسان تماشا دارید، شما نیز می توانید به شبکه دانش و سنجش گذارید، چون تنها در آنجا می توانید که بازی کنید. خب من این لحظه گیم پین رو برایتان روان میکنم. 415 67 70 415 67 70 زیر چت نوشته میکنم. خیلی خوب. و هم آنهایی که اولین بار امروز اشتراک میکنند خوش آمدید میگویم شما را، چون به توصیه دوست و برادرانتان امروز شما نیز با ما پیوستید و این لحظه اگر شما در برنامه ما اشتراک میکنید شما نیز میتوانید در آزمون شرکت ورزید و برد کنید. موضوع امروزه ما به نهایت موضوع آسان را ما انتخاب کردیم. درباره پیامبران صحبت میکنیم و همه سوال ها از قرآن کریم گرفته شده است. بله، ما و شما باز یک معلومات پیدا میکنیم. همچنین برای فرزندان ما نیز خیلی ضرور است آنها نیز میتوانند در برنامه اشتراک کنند انشاءالله. زیر نوار لایک مانید و نوار را به دیگران فرستید تا که دیگران نیز با خبر شوند و در برنامه ما اشتراک کنند. در آنهایی که شبکه های
یوتیوبی بسیار هزار نفره دارید. مرحمت در شبکه های یوتیوبی خودتان در صاحبشستاتان می توانید تقسیم کنید نوا را تا که دیگران نیست به ما بپیوندند، تا که دیگران نیست توانند در برنامه ما اشتراک کنند. خیلی خوب و به ما بپیوندند. میبینم که امروز این لحظه الکی 20 نفر زیادتر در داخل برنامه ما هستند، اما در شبکه ما هستند، اما 9 نفر پیوست شدند. گیم پین 415 67 70 است. مرحمت نوشته کنید و طرزی داخل شدن به بازی دانش و سنجش را انشالله مدیراتور در پایان نوشته میکنند، در چت ببینید و داخل شوید. بله، کهود نقطه ایت داخل می شوید و در جایی که گیم پین نوشته شده است رقمی که شما میبینید آن را نوشته میکنید و در جایی که نیک نیم نوشته شده است به خودتان تخلص انتخاب میکنید و وارد به برنامه میشوید. انشالله برنامه ما تقریبا 1 ساعت دوام میکند و هر یک از شما، هر یک نفری که ما رو این لحظه تماشا میکنند میتوانند که برد کنند و بیایید با سخنهای الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران ترجمه معنا الله تعالی میفرماید باید که از میان شما ای مؤمنان گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر کنند، اینها نجات یافتگانند. امر به معروف، معنای امر به معروف یعنی هر آن چیزی که خوبی آن از نظر شریعت و عقل شناخته شده است، یعنی خوبی را. و منکر، معنی منکر یعنی هر آن چیزی که بدی آن از نظر شریعت و عقل دانسته شده است. موافق تفسیری سعدی. از این را در ترجمه دیگر نیز چنین آمده است ای مؤمنان باید گروهی از شما باشند که مردم را به کارهای شایسته که عقل و دین میپسندد وادارند و از زشتی باز دارند و آنانند که رستگارند، یعنی نجات یافتگانند. و انشالله ما و شما از قبیل آنها شدن میخواهیم. از این خاطر دعوت به کارهای خوب کنیم همدیگر را و از بد کردن نهی کنیم. و از این خاطر نیز برنامه های ما پیشنهاد شما است و 15 نفر داخل شدید. باید 20 نفر شویم و بعد از آن آغاز کنیم برنامه را. تماشاگران عزیز و باری دیگر تکرار میکنم برنامه ما امروز درباره پیامبران است و سوال ها بی نهایت، سوال های آسان. بله، 2 قسم است. اینجا تماشاگران ما انس نوشته کردند که 2 قسم است. بله، عین حال ما در قسمت اولی برنامه دانش و سنجش هستیم و روزهای نزدیک ما باز چند سلسله برنامه های دیگر رو در شبکه های دیگری پندی، یعنی در شبکه قرآن دستور عمل انسان، در شبکه های حکمت و در دیگر شبکه های اجتماعی خود نقشه داریم و انشالله چند برنامه های دیگر نیز پیشنهاد میکنیم، چون امروز ها ما و شما و فرزندان ما و شما نیاز داریم به پند و نصیحت و بعضی چیزهایی که پند در قرآن کریم آمده رسیده است به آنها. از این خاطر انشالله خیلی خوب میشد. و 15 نفر این لحظه ها ما میبینم که در شبکه در داخل برنامه هستید. شانزده نفر شدیم. خیلی خوب و خوش آمدید. 3 نفر دیگر کوشش کنید داخل شوید و ما بازی را قسمت اولش را آغاز کنیم. خوش آمدید عبدالله نیست. ماشاءالله رضوان خوش آمدید شما نیست.
خیلی خوب. بله ما میبینیم اینجا نام ها عبدالله، مدینه، رضوان، امید، اسیه، فاطمه، منصور، زلیخا، عبدالله. 3 عبدالله داریم انشاءالله. و این برنامه ما در شبکه دانش و سنجش جهت تکنیکی نیست، صفت خیلی بلند داره، 4K است و ثبت برنامه رو در شبکه قرآن دستورالعمل انسان با به قول فول HD میمونیم. اما اونهایی که ما رو در این شبکه تماشا میکنند با صفت خیلی بلند تماشا میکنید. خوش آمدید و بیایید اکنون قسمت اول رو آغاز کردن میگیریم. آنهایی که دیرتر آمدن میتوانند با نوشته کردن 415 67 70 گیم پین و در دوام برنامه به داخل شوید. بسم الله. قسمت اول آغاز می شود. سوال اول: کدامی از پیامبران از گیل پرنده می ساخت؟ موافق به سوره رقم 5 آیت 110. کدامی از پیامبران از گیل پرنده می ساخت؟ موسی، عیسی، سلیمان، یونس علیهم السلام. کدامی از آنها؟ سوره مائده آیت 110. هر کسی که پیشتر رقم درست رو زیر میکنند آنها به جای اول میبرایند و من میبینم که 6 نفر جوابهای درست گفتند. بله، عیسی علیه السلام از گیل پرنده میساخت و این موافقی سوره مائده آیت 110. بیایید دیده میگذاریم در سوره مائده آیت 110 قسمت اولش چی گفته شده است. ای پیامبر یاد کن از آن هنگامی که الله تعالی فرمود: ای عیسی پسر مریم، نعمت مرا بر خود و بر مادرت به یاد آور، آنگاه که تو را به روح القدس یعنی جبرائیل تایید کردم که در گهواره به اعجاز و در میانسالی به وحی با مردم سخن می گفتی و آنگاه که به تو کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم و آنگاه که به فرمان من از گیل چیزی به شکل پرنده می ساختی و در آن می دمیدی و به فرمان من پرنده می شد. و باز دوام دارد. یعنی دلیل آن همین آیت سوره مائده است. عیسی علیه السلام از گیل چیزی می ساخت و در آن می دمید و با قدرت الله سبحانه و تعالی پرنده می شد، مثل پرنده می شد. و بیایید می بینیم که ها جوابهای درست گفتند. 6 نفر. در جای اول حلیمه مبارک باشد، مریم، شادیبک جابیروف، فاطمه و منصور، آنهایی که در جایهای نمایان هستید. و من میبینم که در چت ما نیست جوابهای درست آمده رسیده از جانبی فاروق سنگوف و از جانبی سلمان تاجیکی و از جانب علی آماده رسید و دوام میدهیم. سوال 2: نام مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم چی بود؟ عایشه، خدیجه، امینه، فاطمه. کدامش درست است؟ نام مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم چی بود؟ یعنی محمد صلی الله علیه و سلم نام مادرشان چی بود؟ اینک جواب های شما تماشاگران عزیز و این سوال خیلی عادی و آسان است و علی عمر جوابتون درست است. بله. و 10 نفر جواب های درست گفتند. بله، امینه. بله. و از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اکثر میدونند، اما جواب های خطا نیز آماده رسید. شما میتوانید در شبکه نجم تیوی به آن شبکه آبونه شوید، داخل شوید. شبکه برادران اهل علم ما هستند که همه آنها
تحصیل کرده دانشگاه های بزرگ هستند و امروزها سلسله برنامه سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را دارند. شما میتونید در آن شبکه تماشا کنید و با بعضی سوال هایی که وابسته به سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است از آنجا انشاءالله جواب خواهید گرفت. 10 نفر جواب های درست گفتید. خیلی خوب. میبینیم که ها به پیش برآمدند. شادی بیگ جابر و فاطمه منصور امید اسیه و حلیمه آنهایی که در جاهای نمایان هستید مبارک باشد. خیلی خوب. و یک بار دیگر تماشابینان عزیز من یادرس میشم هر جایی که شما این لحظه ما رو تماشا میکنید، شاید بعضی ها یک و یک بار به شبکه ما داخل شده مونده، برنامه ما مستقیم است این لحظه امروز، یعنی روزهای شنبه ساعت 20 با وقت مسکو، چون اکثریت از روسیه ما رو تماشا میکنند. برنامه ما افیری زنده است و شما نیز میتوانید در افیری زنده ما اشتراک کنید و یک و یک باره با ما شما در علاقه هستید. یعنی تلفن موبیلی خودتون رو میگیرید و آنجا به کهود نقطه ت داخل میشوید، گیم پین رو نوشته میکنید و به سوال ها جواب میگویید و جواب شما در افیری ما میبراید. این یک واقعا نوگانی است در از جهت تکنیک معاصر و همچنین یک نوگانی است که بدون پرداخت هیچ کس به هیچ کس شما مبلغ نمیدهید و هیچ کس از شما مبلغ نمیپرسد. هم خودتان اشتراک میکنید چون شوق آور است اشتراک کردن و غیر از این یک چیزی نو رو برای خودتان از خود میکنید که این انشاءالله برای باز هم پرقوت کردن ایمانی ما، یعنی ذریعت دادن ایمانی ما انشاءالله تاثیر میکند. از این خاطر خودتان اشتراک کنید، دوستانتان را توصیه کنید و فرزندانتان را توصیه کنید آنها نیز اشتراک کنند و از یک تلفن حتی میشود که هم اشتراک کنید و هم تماشا کنید و هم وسیله را استفاده کنید تماشابینان عزیز. و چون واقعا ما خرد بودیم تاریخ را اگر به نظر گیریم به بعضی بازی هایی که برای من لازم نبود و فایده نمی آورد، نه فایده دنیوی نه فایده دینی، اما ما در آن کوشش ها میکردیم که تماشا کنیم و اشتراک کنیم. الحمدلله، سپاس، حمد و سپاس به همتا الله سبحانه و تعالی را امروز ما این گونه برنامه ها داریم که هم تماشا میکنیم هم در آن اشتراک میکنیم خودمان به واسطه. مرحمت بیاید اکنون باز دوام میدهیم صحبت را و همچنین برنامه را و همچنین سوال های دیگر را. سوال رقم 3: ای پیامبر، چرا به خود چیزی را که الله بر تو حلال کرده است به خاطر خوشنودی زنانت بر خود حرام میکنی؟ خوردن چی را چی در نظر داشته شده است؟ خوردن خرما یا اینکه استعمال عسل یا اینکه 3 روز تقسیم کردن روزها در خانه زنها یا اینکه پوشیدن لباس زیبا؟ چی در نظر داشته شده است؟ سوره تحریم به یاد بیارید. ای پیامبر، چرا به خود چیزی را که الله تعالی بر تو حلال کرده است به خاطر خوشنودی زنانت بر خود حرام میکنی؟ بله، 7 نفر جوابی درست گفتند. استعمال عسل را. ماشاءالله. خیلی خوب. و 7 نفر در داخل برنامه ما جوابهای درست گفتند، اما 4 نفر گفتند که 3 روز تقسیم کردن روزها در خانه زنان. نه این گونه نه تماشابینان عزیز. چرا ممکنه اگر مثلا چند زن داشته باشد 3 روز در خانه این زن و 3 روز در خانه زنی دیگر، این گونه می شود تقسیم کنند و اینجا ناعادلی نمی شود. اما استعمال عسل در این باره در سوره تحریم آیت 1 گفته شده است. بیایید کوتاه آن را میخوانیم و ان همین حتی تفسیرش اگر خطا نکنم در شبکه قرآن دستورالعمل انسان هست. سوره تحریم شما مرحمت میتوانید آنجا جستجو کنید و گوش کنید. در واقع یک چیزی تعلیمی است و یک چیزی تعلیمی است و چون درباره طلاق نیز ما پیشتر در برنامه‌های گذشته گذشته بودیم، بعضی سوال‌هایی که شما را به تشویش می‌گذارد آن همین جواب می‌گوید. درباره رشک زنها، سوره تحریم درباره رشک زن‌های
بهترین انسان پیامبر صلی الله علیه و سلام آمده رسیده است. من کوتاه خوانده میگذارم ترجمه معنا را و بعد از آن بیاید دوام دهیم، چون واقعا یک چیزی که شنیدنی است. ای پیامبر، چرا به خود چیزی را که الله بر تو حلال کرده است به خاطر خوشنود ساختن زنانت بر خود حرام میکنی و الله برای تو آمرزنده و مهربان است. و در آیت 3 را میخونم و بعد از آن میگذاریم به قسمت دیگر، چون جوابگو است به همین سوال. و آنگاه که پیامبر با یکی از زنان خود یعنی حفصه رضی الله عنها سیر در میان نهاد، چون آن زن آن سیر با دیگری یعنی با عایشه رضی الله عنها باز گفت. الله پیامبر را از فاش کردن آن سیر آگاه ساخت و او بعضی از آن سیر را بر آن زن یعنی حفصه آشکار کرد و روی لطف و مهربانی از بعضی دیگرش خودداری کرد، چون او را از آن خبر داد. یعنی حفصه گفت چی کسی تو را از این خبر آگاه کرده است؟ حفصه رضی الله عنها به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت آن الله دانای آگاه به من خبر داده است که بر وی چیز پنهان نمیماند. از تفسیر سعدی بود. و واقعا یک سوره تحریم چون قصه آمده است و اگر گوش کنید راحت میکنید و انشالله من امیدوار هستم که شما جستجو میکنید و اگر در شبکه ما نیافتید یا اینکه به زبان تاجیکی به بعضی ها مشکل تر است، میتونید به زبان روسی نیز جستجو کنید و هر کدام زبان برای شما آسان است به اون زبان گوش کنید یا اینکه از کتاب خوانید برای کسی اگر آسان باشد. خیلی خوب. و 7 نفر جوابهای درست گفتند و میبینیم که ها به پیش بر آمدند. در جای اول فاطمه، منصور، امید، شادیبک جابر و عبدالله، آنهایی که در جاهای نمایان هستید، و فاطمه پی هم به 3 سوال ما جوابهای درست گفتید. مبارک باشد. سوال 4. کدامی از اینها در وادی بکیشت نزدیکانش را خبر گرفت؟ لقمان، موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام و یونس علیه السلام. کدامی از اینها در وادی بکیشت نزدیکانش را خبر گرفت؟ از سوره ابراهیم. خب جوابهای شما: دنیا و آخرت جوابی درست گفتید. فروخسان گفت جوابی درست گفتید. علی عمر جوابی درست گفتید. و 10 نفر در داخل برنامه ما جوابهای درست گفتید. ماشاءالله. ابراهیم علیه السلام. بله. قصه رو به خاطر آورید درباره خبر آورده ماندنی همسرش به وادی بکیشت. خیلی خوب. و این رو امیدوار هستم که همه شما میدونید و بارها شنیدید، اما یک بار دیگر یادرس میشم چون فرصت رسید این لحظه. خیلی خوب. ماشاءالله. من میبینم که جوابهای درست در چت آماده میرسد. ای پروردگار ما، بعضی از فرزندانم را به وادی بکیشت، نزدیک خانه گرامی تو جای دادم. ای پروردگار ما، این همه به فرمان تو کردم تا نماز را برپا دارند. دلهای مردم را چنان کن که توجه به آنها کنند و از هر میوه ها روزیشان بده باشد که سپاس گذارند. یعنی دعا کرد ابراهیم علیه السلام، دست بالا کرد به الله تعالی و دعا کرد، چون به وادی بکیشت فرزندی دوست داشته خودش را برد و ماند که در پیری یافته بود و خیلی زیاد دوست نداشت اسماعیل را علیه السلام را. و انشاءالله باز پرتر میکنیم، انشاءالله باز دوام میدیم. و امروز برنامه ما درباره پیامبران است. 10 نفر جوابهای درست گفتید.
در جای اول فاطمه چون پیشتره، امید، حلیمه، مریم و عبدالله، آنهایی که در جایهای نمایان هستید. شما را تبریک میکنم. الله پاداش نیک دهد برای هر یکی شما. نوا رو به دیگران تقسیم کنید، دیگران نیز اشتراک کنند و برنامه ما هر هفته روزهای شنبه انا همین وقت و ساعت دایر می شود انشالله. و سوالی دیگر می گذاریم. کدامی از پیغمبران کعبه را در مکه ساختند؟ وریانت ها در پایان: محمد صلی الله علیه و سلم، عیسی علیه السلام، سلیمان علیه السلام، ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام. کدامی از این وریانت هایی که شما در پایان میبینید کعبه را در مکه ساخته اند؟ خب جواب های درست را من در چت میبینم. دنیا و آخرت جندالله جواب درست گفتند، عبدالله نظرف جوابی درست گفتند، اسیه جوابی درست گفتند و 13 نفر در داخل برنامه ما جواب درست گفتید. خیلی خوب. بله. و دلیل به این سوره بقره آیه 127 است. ابراهیم و اسماعیل پدر و پسر کعبه را در مکه ساختند. و در ترجمه معنا در سوره بقره آیه 127 چنین آمده است: ای پیامبر به یاد آر وقتی که ابراهیم و اسماعیل اساسهای خانه را بلند می کردند و هر دو با خشوع دعا کرده گفتند ای پروردگار ما، از ما عملهای شایسته و دعایمان را بپذیر که تو شنوا و سخنان بندگانت و دانا هستی به احوال آنها. یعنی در سوره بقره آیه 127 ابراهیم و اسماعیل با نامهای خودشان ذکر شدند. و تبریک میکنم آنهایی که در چت نیز می نویسند جوابهای درست می نویسند. مبارک باشد. 13 نفر جوابهای درست گفتید. خیلی خوب. در جای اول چون پیشتر فاطمه، حلیمه، امید و اسیه، مریم و عبدالله، آنهایی که در جاهای نمایان هستید. و همچنین بچار زینه بالا عبدالرحمن بر اومدن. من میبینم که عبدالرحمن نیست، با بالا بر اومدید. خیلی خوب. با سوال 6 میگذاریم. کدامی از پیغمبران در کودکی سخن گفت؟ داوود علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام و یا یونس علیه السلام. کدامی از این پیامبران در کودکی سخن گفت؟ از این پیش نیز ما یک کمک کردیم، اما باز در سوره رقمی 19 نیز آمده رسیده است. جوابهای درست از جانب علی عمر آمده رسید. جندالله دنیا و آخرت، انس جوابی درست گفتند و 13 نفر در داخل برنامه ما جوابهای درست گفتید. بله، عیسی علیه السلام در کودکی سخن گفت. اگر در خاطر داشته باشید از این پیش من ترجمه معنای یک آیت را خواندم که در این باره گفته گذاشتیم. غیر از این در سوره مریم آیه 29 نیز به همین معنا سخنهای الله تعالی آمده رسیده است. بیایید آن را من میخوانم، ترجمه معنا را. پس مریم به طفل خود اشاره کرد تا از طفل بپرسند. گفتند چگونه با کودکی که در گهواره از سخن بگوییم؟ در آیت دیگر آمد، یعنی عیسی گفت من بنده اللهم، به من کتاب یعنی انجیل داده و مرا پیامبر گردانیده است. و همین بود ترجمه معنا و دوامش نیز درباره قصه پیامبر است. انشاءالله باز در صحبت های دیگر ما میتوانیم که در این باره با شما
маълумот гӯем, аммо тарҷумаи маънои сураи Марьям дар шабакаи Қуръон Дастурамалии инсон ҳаст. Чандин сол пештар сабт шудааст. шумо метавонед дастрас кунед ва онро гӯш кунед. биёед акнун ба саволи охири қисмати аввал мегузарем. фотима дар ҷои аввал, ҳалима, Марьям, Абдуллоҳ ва Ҳасан Самиев, онҳое ки ба ҷойҳои хуб гузаштед. ба кадом аз паёнбарон зиреҳ сохтан омӯхта шуд? Довуд алайҳиссалом, Сулаймон, Исо, Мусо алайҳимуссалом. ба кадоме аз ин паёнбарон зиреҳ сохтан омӯхта шуд? мувофиқ ба сураи рақами 21 Анбиё ояти 80. зиреҳ ана ҳамон ҳатто сурат ҳам ҳаст инҷо, шумо мебинед ки барои осонӣ бошад. хеле хуб, 11 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтед. Бале, Довуд алайҳиссалом. онҳое ки дар барнома иштирок мекунанд аксар фаъол ҳастанд ва бале дар дунё ва охират ҷавоби дуруст гуфтанд. Али Умар ҷавоби дуруст гуфтанд. Ҳорун ҷавоби дуруст гуфтанд. Дар дохили чати мо Анас низ ҷавоби дуруст гуфтед. ва хуб, як нафар гуфтанд ки интернет мечаспад, яъне ки баъзан шояд ҳамин хел шавад. тамошобинони азиз, дар телефони мобилиятон агар се нуқтаро интихоб кунед, аз он ҷо сифатро камтар кунед, сифати поёнтарро интихоб кунед, иншаллоҳ хуб мешавад. чун интернетатон агар ки каме сустар бошад, шояд аз ин хотир кам кам бичаспад. умедворам ки ислоҳ мешавад ва чун ин аз интернети худи шумо вобастагӣ дорад. ва биёед мехонем тарҷумаи маънои сураи Анбиё ояти 80-ро. ва ба ӯ омӯхтем то бароятон зиреҳ бисозад, то шуморо ба ҳангоми ҷангиданатон ҳифз кунад. пас оё неъматеро ки Аллоҳ таоло ба шумо арзонӣ кард ба воситаи бандааш Довуд алайҳиссалом, шукркунанда ҳастед? Савол аз тафсири Саъдӣ. ва ин буд далел. ва биёед акнун ба қисмати хуби барномаамон омода расидем. мебинем киҳо ба ҷойҳои хубу намоён гузаштанд. дониш ва санҷиш қисмати аввал, Марьям дар ҷойи 3, муборак бошад. ҷойи дуюм Ҳалима ва ҷойи аввал насиби Фотима гардид, муборак бошад. ва Абдуллоҳ ва ҳамчунин Ҳасан Самиев низ дар ҷойҳои намоён будед. ман шуморо низ самимона табрик мекунам. муборак бошад. воқеан рақобати хуб буд байни мову шумо, рақобати хеле хуб ва ҳамчунин иншаллоҳ умедвор ҳастем ки якам бошад ҳам тавонистем имрӯз низ ба мисли ҳамешагӣ чизи навро барои худамон биомӯзем. ва баъзеҳо Марьям ҷойи 3 як бори дигар тамошо мекунем ва ҷойи 2 Ҳалима ва ҷойи аввал насиби Фотима гардид. ҳамчунин Абдуллоҳ ва Ҳасан Самиев низ дар ҷойҳои намоён будед. чун барномаи мо ба воситаи интернет аст, тамошобинони азиз, шояд дар баъзе ҷойҳо дертар мерасад ва воқеан ҳамин хел ҳам ҳаст. аз ин хотир мо 30 сонияро он чизе ки интихоб карда мешавад дар дониш ва санҷиш, яъне дар каҳут мо интихоб кардем 30 сония. мутаассифона 30 сония ҳамаш барои шумо намерасад, яъне ки он муддат 30 сония аст, аммо тақрибан шояд 20 сония, шояд кам аз 20 сония барои фикр кардану пахш кардани рақами дуруст аст. аммо ин кифоя аст, тамошобинони азиз, чунонки вақти зиёд лозим нест. чун саволро ман мехонам ва ана ҳамон 20 сония ки шумо доред, дар он муддат шумо метавонед ҷавоби дурустро, ранги дурустро зер кунед. чун аз ин зиёдаш 1 дақиқа мешавад ва вақти моро хеле зиёд мегирад. чун ман
جستجو کردم 45 ثانیگی نیافتم، یعنی فاصله 30 ثانیه است. اما از آن 30 ثانیه چون به سبب‌های تکنیکی اینترنت تقریبا 10 تا 12 ثانیهش برای اینترنت تا به شما رسیدن می رود و باقی مانده تا 20 ثانیه 18-20 ثانیه از آنی شما است و فکر میکنم که این کفایه است. و بیایید نوشته میکنیم 260 15 76 و قسمتی دوی برنامه ما 260 15 76 گیم پین روی اکران هست، شما دیده میتوانید. مرحمت نوشته کنید و داخل شوید. گیم پین 260 15 76. ماشاءالله اینجا عبدالله نوشته کردن که 10 ثانیه کفایه است. واقعا همین خیلی است. بعد از سوال را خواندن من اگر حتی همون 10 ثانیه هم باشد فرصت میکنیم که فقط رنگی درست را پخش کنیم، یعنی تنها پخش کردن یک رنگ است. از ما این چیز طلب می شود. خیلی خوب، 9 نفر. داخل شوید. آنهایی که در شبکه قرآن دستور عملی انسان ما رو تماشا میکنید، مرحمت به شبکه دانش و سنجش گذارید، چون برنامه مستقیم ما در شبکه دانش و سنجش است. در قرآن دستور عملی انسان تنها کپی برنامه است. از این خاطر آنهایی که در شبکه قرآن دستور عملی انسان ما رو تماشا میکنید، مرحمت به شبکه نوی دانش و سنجش گذارید. کهود نقطه ایت نوشته کنید. در بالا مدیراتور نوشته کردن، اینجا هارون سوال دادند. کهود نقطه ایت جایی که گیم پین نوشته شده است، در آنجا 260 15 76 نوشته میکنید. در جایی که نیک نیم نوشته شده است، آنجا به خودتان تخلص انتخاب میکنید. خیلی خوب، 15 نفر شدیم. خب اگر شما حس میکنید که کمی خیره است یا اینکه اینترنت شما میچسبد، از همون بالای یوتیوب خودتان 3 نقطه رو انتخاب کنید، صفتی برنامه رو کمی دیگر کنید. اگر در تلفن تماشا میکنید با صفت های کمش نیست، میتوانید تماشا کنید. 360 است، آنجا به فکرم 240 اگر خطا نکنم، از آن استفاده کنید. کمی اینترنتتان اگر که سست‌تر باشد درست می شود. و آنهایی که در تلویزیون تماشا میکنند میتوانید و اگر اینترنتتان در خانه خوب باشد، از آن چیزی که بهتر است از آن استفاده کنید. خیلی خوب، خوش آمدید میگویم همانهایی که این لحظه ها به برنامه ما داخل شدید. خیلی خوب. واقعا یک شامی پربرکت برای هر یک از ما و شما می شود، چون واقعا شامی خنک است. در اکثر منطقه هایی که ما رو تماشا میکنند در اروپا، واقعا در بعضی منطقه هاش خیلی باد و هوای خنک است. در روسیه نیز در بعضی منطقه ها باد و هوا خنک است. در خانه گرمک نشسته یک جای با شما در برنامه اشتراک میکنیم، هم دانش میگیریم و همچنین باز
استراحت میکنیم و آنهایی که آبونه نشدید مرحمت آبونه شوید به شبکه دانش و سنجش و به دیگران نیز روان کنید برنامه را تا که دیگران نیز توانند در برنامه ما اشتراک کنند. خیلی خوب. آنهایی که در شبکه قرآن دستورالعمل انسان هستید به دانش و سنجش گذارید و بیایید آغاز میکنیم قسمت دو را. بسم الله. سوال اول: کدامی از این پیامبران را ماهی فرو برد؟ موسی را، عیسی را، یوسف را، یونس را علیهم السلام کدامی از این پیامبران را ماهی فرو برد؟ سلمان تاجیکی درست جوابتان. علی عمر درست گفتید. جندالله درست گفتید. و 13 نفر جوابهای درست گفتند. 4 نفر یوسف را انتخاب کردند، اما 13 نفر یونس را، بله یونس علیه السلام را ماهی بزرگ فرو برد. موافقی؟ سوره صافات آیت 142. و خیلی خوب، بیایید میبینیم در ترجمه معنا چی آمده است. پس ماهی او را فرو برد و او در حالی که لایق سرزنش بود، یعنی زیرا که قومش را پرتافته رفت. موافقی؟ تفسیری سعدی. در آیت دیگر چنین آمده است: پس اگر عبادت‌های پیشینه‌اش و عمل‌های شایسته‌اش که پیش از واقع شدنش در شکم ماهی و تسبیحش نمی بود، یعنی تسبیح یونس علیه السلام در شکم ماهی، در شکم ماهی نیز تسبیح می گفت. موافق تفسیری بغوی. البته تا روز قیامت در شکم ماهی باقی می ماند، یعنی همیشگی عبادت می کرد یونس علیه السلام الله پاکش را و تسبیح می گفت و انا همون عبادت هایش بود که از شکم ماهی بیرون برآورده شد در حالت خستگی و بیماری. و 13 نفر جوابای درست گفتند. در جای اول حلیمه، القاری، مریم، حسن سمی و دلارام، اونهایی که در جایهای نمایان. خیلی خوب، ماشاءالله. سوال دو: کدامی از این پیامبران را آتش نسوزاند؟ سوال آسان. ابراهیم، اسماعیل، شعیب، نوح علیهم السلام. کدامی از این پیامبران را آتش نسوزاند؟ سوره انبیا را به خاطر بیارید. واقعا قصه های شنیدنی است، قصه های پیامبران. و تا حال من 14 نفر جوابهای درست گفتند. بله، علی عمر جوابی درست گفتند، سلمان تاجیکی، جندالله و انتی منافق جوابهای درست گفتید. خیلی خوب. بله، ابراهیم علیه السلام. قصه های پیامبران خیلی شنیدنی است و من از خردی دوست می داشتم درباره قصه های پیامبران، اما تا حال کتابی واقعا درستی انا همون قصه های پیامبران را نیافتم، بجز تفسیرهایی که از قرآن میخوانیم. از این خاطر انشاءالله در آینده همین که کتابی قصه های پیامبران و درستش به زبان تاجیکی پیدا که شد، حتما
آن را با شما تقسیم میکنیم، چون در واقع این قصه ها قصه های شنیدنی است و واقعا شوق آور هست، واقعا برای گرفتن عبرت است، درس گرفتن است و به آن عمل کردن است. و امیدوار هستیم که برنامه های اپ های موبیلی نیز شاید پیدا شود، اما قصه های درستش را گفتیم یک بار دیگر یادرس میشم تا حاضر نیافتیم. انشاءالله که پیدا شد حتما باز میخوانیم. کیها به پیش بر آمدند و کیها در جاهای اول هستند. حلیمه القاری، مریم دلارام و حسن سمیف، آنهایی که در جاهای نمایان هستید. خیلی خوب، مبارک باشد. سوال 3. قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم در کدام شهر است؟ در مدینه، در مکه، در ایران، در عراق؟ کدامش درست است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در کجا به قبر به خاک سپاری داشتند؟ هارون جوابی درست گفتید. سلمان تاجیکی جوابی درست گفتید. تاسیه جوابی درست گفتید. دنیا آخرت جوابتان درست است. خیلی خوب. بختیار نیز جوابی درست گفتید. علی جوابی درست گفتید. و 12 نفر نیز جواب های درست گفتید. مبارک باشد. بله، در مدینه. خیلی خوب. کمترین ها جواب های خطا گفتند و چون ما عادت کردیم مکه و مدینه میگوییم و شاید به همین خاطر هم بعضی ها فرق نمی کنند. مکه و مدینه بعضا حتی ما خودمون دوران خردسالی را به یاد میاریم که یگان نزدیکی ما، یگان خویشتباری ما به مکه و مدینه رفتند، یعنی در دو را یک شهر فکر میکردیم. اما جواب درست مدینه است. در مدینه در خانه همسرشان عایشه رضی الله عنها گروینده شدند. و کیها به پیش بر آمد؟ بیایید میبینیم. حلیمه، مریم القاری، حسن سمیف و اسیه، آنهایی که در جاهای اول هستید. مبارک باشد. قوت بزرگی دعا برای شفا از بیماری از حیات کی بود؟ علی ابن ابو طالب، ایوب، ادریس، ابو بکر. قوت بزرگی دعا برای شفا از بیماری از حیات کدامی از آنهایی که شما در پایان میبینید بود؟ سلمان تاجیکی جوابی درست گفتید. علی عمر جوابتان درست است. هارون جوابی درست گفتید. ده نفر جواب های درست گفتند. بله، ایوب علیه السلام. سوره انبیا یعنی پیامبران آیت 83 را میبینیم. خیلی خوب و اکثر جواب های درست گفتند. این باعث خرسندی است و بیایید میخوانیم انا همون آیت را. و یاد کن ای رسول که ما ایوب را به بیماری بزرگ امتحانش کردیم که اهل و مال و فرزندش از دست رفتند. پس صبر کرد و امید ثواب کرد. آنگاه که پروردگارش را ندا داد به من بیماری و رنج رسیده است و تو مهربان ترین مهربانی، پس مرا شفا ده. از تفسیر سعدی. و الله اجابت کرد دعایش را، چون در آیت نوبتی 84 چنین آمده است. پس دعایش را اجابت کردیم و آنچه را که از رنج با وی بود از او دور کردیم و خاندانش را و مانند آنها را به او بازگردانیدیم و این رحمت بود از جانب ما تا عبادت کنندگان همیشه به یاد داشته باشند. یعنی قوت دعا چنان بزرگ است. هر کسی که صمیمانه خالصانه از الله سبحانه و تعالی طلب دعا میکند، انشاءالله دعایش اجابت می شود.
از این خاطر بدون یگان میان رو، بدون یگان قبر، بدون یگان امام، بدون یگان نفری که فال بین است و بلا است و یگان جینی دیگر است، بدون آنها خودش تنها در سر جای نماز طلب دعا کند و الله دعایش را اجابت میکند. هیچ کس میان را لازم نیست، یگان امام و یگان چیزی دیگر لازم نیست. هر یک از شما، هر یک کسی که این لحظه ما را تماشا دارید، شرک نکنید، به الله شریک نآورید. شاید از نادانی بعضی از ما و شما یا نزدیکان ما و شما یا خویش و تبار ما و شما اصلا همون بابایانشان مونده رفته است که باید این کار را کنیم برای پیش رفتن کاری دیگر. نه، این گونه نیست. به یگان پرده خودتان سر جای نمازتان ملاقات کنید با اللهتان، الله سبحانه و تعالی، و انشاءالله طلب دعا کنید تا که اجابت نماید. و 10 نفر جوابهای درست گفتند. ما و شما انشاءالله دوام میدیم. حلیمه در جای اول، مریم القاری، حسن سمی و اسیان هایی که در جایهای نمایان هستید و میبینیم که مریم پی هم به 4 سوال ما جوابهای درست گفتید. سوال 5. جنها برای کدام پیامبر خدمت گذار بودند؟ داوود علیه السلام، عیسی علیه السلام، سلیمان علیه السلام و یا ابراهیم علیه السلام. جنها برای کدام از این پیامبرها خدمت گذار بودند؟ جوابهای درست را میبینم. خیلی خوب. چهارده نفر جوابی درست گفتید. بله، سلیمان علیه السلام. در نوکک ما آیت های 83 و 84 را خواندیم. در آیت قبلی سوره انبیا چنین آمده است: و گروهی از شیطان ها یعنی جن ها برایش در بحر شناوری می کردند و از آن برایش دور و گوهر را می برآوردند و جز آن به کارهای دیگر مشغول بودند و ما حافظی آنها بودیم، یعنی محافظت کننده آنها بودیم. و خوب، همین جوابی درست بود. سلیمان علیه السلام بود. میگذاریم، میبینیم که ها به پیش بر آمدند. حلیمه، مریم القاری، حسن سمی و عمر نیز به جایهای بالا بر آمدید. خیلی خوب. سوال 6. پیدا شدن کدام پیامبر مثل حضرت آدم است؟ شیس علیه السلام، عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام و یا ابراهیم علیه السلام. پیدا شدن کدام پیغمبر مثل حضرت آدم است؟ خیلی خوب. جوابهای درست را من الکی دیدم. من فکر کردم که اگر این گونه سوال گذاری کنم اکثر جوابهای درست را گفته نمیتونند، اما جوابهای درست آمده رسید. از جانب بختیار، از جانب علی عمر، از جانب هارون. خیلی خوب. بله، عیسی علیه السلام مثل آدم، مثل حضرت آدم بود. بیایید سوره آل عمران آیت 59 را نگاه میکنیم یک جای با شما. در واقع تماشابینان عزیز، آنهایی که جوابهای درست را ندانستند، این باعث اصلا خرسندی است تا که شما این لحظه ندانستید جواب درست چی است و تفکر میکنید چی بود جواب درست. و عین حال من جواب درست را برای شما میخوانم، از کتاب میخوانم، هیچ چیز از پیش خودمون نمیگویم. همه اون چیزی که این لحظه ها ما استفاده میکنیم از کتاب است. از این خاطر
حداقل یک چیزی که آموختیم در آینده برای درست استفاده کردن و درست عمل کردن می شود و ما خوشبختترین انسان حسابیده می شویم، ما و شما که یک چیزی نو رو برای خودمان آموختیم و همین وقتی ما دریغ نبوده است، یعنی وقتی ما بیهوده نبوده است، توانستیم که یک چیزی نو رو برای خود پیدا کنیم. این سخنهای من برای آنهایی که جوابهای خطا را گفتند. میخوانیم از ترجمه منو: مثال عیسی که بی پدر آفریده شده است در نزد الله چون مثال آدم است که او را بی پدر و مادر از خاک بیافریدیم و با او گفت موجود شو، پس موجود شد. پس آنان که دعوا کردند که عیسی بی پدر آفریده شده است معبودی بر حق است، یعنی الله است. دعوای باطل، یعنی که به ترجمه دیگرش ما گذاریم، اینجا کمی تفسیرش است، از ترجمه معنایش میخوانیم. در حقیقت مثل عیسی نزد الله تعالی همچون مثل آفرینش آدم است که او را از خاک آفرید و سپس به او فرمود باش، یعنی موجود شو، پس موجود شد. یعنی همین دلیل است که عیسی علیه السلام به مثل پدر ما و شما آدم پیدا شده است. خیلی خوب. و چون من در یک برنامه سالهای پیش وقتی ترجمه کردنی یکی از طالب علمان که با زبان سوئدی بود صحبت میکرد، در کجای گفته بودم که تولد شده است آدم و به جای اینکه پیدا شده است تولد شده است گفته بودم. از این خاطر بعد از چندین مدت زیر شهر به من نوشته بودند که آدم تولد نشده است، پیدا شده است. بله، واقعا همین خیال ما که عادت کردیم تولد شده است، تولد شدن از مادر می شود، ولی پیدا شده است. اینش درست است و قبول است. البته ما آدمی هستیم، در بعضی جا شاید شتاب می شویم، سراسیمه می شویم و یگان جای شاید خطا گفته مانیم. از این خاطر هر جایی که از ما خطا شنیدید یک کنار گذارید و درست را استفاده کنید، چون هر کس از نادانی، از شتاب و یا از پریشانی خطا کردنش ممکن است. و 10 نفر جوابهای درست گفتند. حلیمه القاری، مریم، شادیبک جابیروف و عمر، آنهایی که در جاهای نمایان هستید. و سوال آخر: کدام آفت طبیعی اسرائیلی ها را که می خواستند الله را ببینند نابود کرد؟ آتش، برق، شمال، زمین لرزه و یا طوفان؟ کدام آفت طبیعی فرزندان اسرائیلی ها را که می خواستند الله را ببینند نابود کرد؟ از سوره بقره آیت 55. انتی منافق جوابتان درست بود. 4 نفر جوابی درست گفتند. آتش، آتشک و برق، یا اینکه صاعقه میگویند. جوابی درست در چت نیست، فقط از انتی منافق آمده رسید به ما و در داخل برنامه نیست. همگی 4 نفر جوابهای درست گفتند. بله، بیایید میخوانیم. در ترجمه معنا چنین آمده است: و به یاد آورید که گفتید ای موسی ما تا الله را به آشکار نبینیم به تو ایمان نمی آوریم. و همچنان که می نگریستید صاعقه، آتشک، برق از آسمان فرود آمد و شما را به سبب گناهتان هلاک ساخت و شما را پس از مردن زنده ساختیم. باید که سپاسگزار شوید. این مرگ برای آنها عقوبت بود. بعد از آن به اجل خویش فوتیدند. از تفسیر ابن کثیر.
بله، انا همین واقعه به امروز ما نیز مانندی دارد. از نزدیکان ما اکثر میگویند که کی دیده است وی دنیا را، کی دیده است الله را، الله پناه نگه دارد. اما این گونه سخنها را ما امروز میشنویم. شاید محیطی همه هر گونه باشد. آنهایی که اینجا با ما هستید و ما را تماشا میکنید، محیط شما شاید دیگر باشد، چون هر کسی که ایمان آوردند، به پرگی ایمان آوردند، آنها با ما هستند و آنها میتوانند ما را تماشا کنند، چون آسان نیست در دوام 1 ساعت در برنامه اشتراک کنند و تماشا کنند و بازی کنند و یک چیزی نو را برای خودشان قبول کنند. اما هستند نفرانی که محیطشان، اطرافشان آمیخته است با این گونه انسان ها. اکثر کافران میگویند، آنهایی که از اسلام تماما بیخبر هستند و آنهایی که خودشان را یا از اهل مسلمان نشین، همون محیط مسلمان نشین تولد شدند و اما در دوره گذشته کمونیستی خیلی که ما میگوییم تولد شدند و به وای رسیدند. اکثر از آنها دلشان تا حال سرد است، خنک است و آنها تا حال آیات‌های قرآن را قبول کرده نمیتوانند. و من بارها خودم شخصا چند سال پیش شنیدم که از آن نزدیکانی من، اطرافیان من نیز میگفتند که کی دیده است و قیامت را مثلا باور نمی کنند که این یکی از رکن ایمان است. از این خاطر ما و شما باید هوشیار باشیم، چون ببینید که دلیل از آیت قرآن 1400 سال زیاده پیش به ما آمده رسیده است و آن همین گونه سخنانی که امروز بعضی از نزدیکان ما و شما میگویند، تا ما الله را خودمان نبینیم باور نمی کنیم. هرچند که این گونه سخن نگفته باشند هم به آن همین مانند میگویند. امروز ما ندیدیم و ما نمیدانیم آیا هست آیا نیست. این از نبودن ایمان انسان، یا این که دیگر چیز نیست، یعنی که کس ایمان نداشته باشد این گونه سخنها را میگوید. الله پناه نگه دارد و طلب دعا میکنیم که الله تعالی هر یکی ما را از هدایت یافتگان گرداند. و چون که بارها در برنامه ها در اولی برنامه میگوییم الله تعالی از کمترین ها گرداند، چون در اکثری سوره های قرآن کریم آمده است اکثریت بسیاری ها جاهلند، بسیاری ها نادانند، بسیاری ها نمیشنوند، بسیاری ها نمیبینند، بسیاری ها از کارانند. اما کمترین ها، آنهایی که امید به رحمت الله دارند، اما کمترین ها ایمانشان به الله بزرگشان. و الله تعالی همین آنی که شما تماشا میکنید ما را، از آن همان کمترین ها گرداند. امین. و دعا کنید در حق هم دیگر و دعا کنیم در حق شخصانی که ما و شما دوست می‌داریم، الله تعالی آنها را نیز از کمترین ها بگرداند. الله تعالی ما و آنها را از هدایت یافتگان بگرداند تا این روزگار ما، تا این دنیای ما وقتی تمام شوی دارد و هیچ کس کفالت ندارد، کفالت نمی‌دهد که پگاه زنده میماند یا نه. از این خاطر هر کسی را که شما دوست می‌دارید در حقشان دعا کنید، الله هدایت کند. بیایید اکنون ببینیم که ها به پیش بر آمدن و قسمت خوبی برنامه ما آمده رسید. جای سیوم مریم مبارک باشد. القاری جای دوم مبارک باشد و جای اول نصیبی حریمه گردید. ماشاءالله، خیلی خوب. عمر و امیر شاه نیز در جاهای نمایان بودید. من شما را نیز صمیمانه تبریک میکنم. در آخری برنامه کمی جای وز کنی هم شده است. ماشاءالله. حلیمه، القاری، مریم در جاهای نمایان بودند و یک بار دیگر تماشا میکنیم.
عمر و امیرشاه نیز در جاهای نمایان بودند. مبارک باشد یک بار دیگر. تشکر زیاد میگم تماشابینان عزیز و ما 2 قسمت برنامه داشتیم از عبارت از 7 سوالی و امروزه برنامه ما وابسته به پیامبران بود و هرگاهی که ما و شما درباره قصه های پیامبران میشنویم و هرگاهی که ما و شما درباره قصه صحابگان و تابعین و تبع تابعین میشنویم، کمی باشد هم در دل ما یک غرور پیدا می شود و ما و شما میفهمیم که یکم ایمان ما بالاتر می رود و با سبب شنیدن قصه هایی که واقعی و حقیقی است و از کتاب الله آمده است. و دعاگو هستیم که ما و شما را الله تعالی مستحکم گرداند در راهی که هستیم و چنانه که امروز در آغاز برنامه آغاز کردیم با ترجمه معنای سوره آل عمران، سوره آل عمران آیت 104. باید باشد از شما گروهی که دعوت کند به سوی نیکی و باز دارند از کارهای ناپسندیده و آن گروه رستگارانند. دعا میکنیم که این گونه باشیم، به نیکی دعوت کنیم، به کارهای نیک دعوت کنیم و از کارهای بد منع کنیم و توانیم که یکی از آنها باشیم. تقسیم کنید نوا رو به دیگران و شما نیز انشاءالله از یکی آنهای میگردید که به نیکی دعوت میکنید و از بعض من کرده های الله که ما گفته میگذاریم از آن من میکنید و انشاءالله از گروه ما و شما میشویم که به امید الله رستگاران باشند، یعنی نجات یافتگان باشند. امین. تا واخری دیگر خانه آباد و سربلند باشید. خودتان اطرافیانتون را احتیاط کنید. در پناه الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام الله بخشاینده و مهربان. گاهی می شود که در حیات ما خوشنودی می آید و گاهی می شود که مصیبته. چگونه ما این دو را قبول می کنیم؟ در همه حالت الحمدلله یعنی شکر الله را گفتن برای نه همه آسان است. اما اگر انسان میدانست که چقدر اجر و ثواب و پاداش نیک دارد، در همه حالت الحمدلله می گفت، چون نعمت و حکمت الله در آن است. نوار نوبتی ما درباره حیات یک انسان و واقعی است. مرد پسردار شد. وقتی که پسرچه دوست را 2 ساله شد وفات کرد. وی خیلی اندوهگین شد. یاد میکرد. بعد از این همسرش حامله دار شد و برایش پسرچه دوم تولد کرد. وقتی که پسرچه 1 ساله شد وی نیز از دنیا گذشت. یعنی پسرچه دوم نیست. چند تا وفات کردند؟ بله 2 تا. و خودش هر دو را گرانید
баъдан аллоҳ таоло 4 духтар барояш пайҳам ато кард. духтарон ба воя расиданд. якумашро ба шавҳар дод ва вақте ки оиладор шуд хушнудиаш ҳадду канор надошт. аммо дере нагузашту ӯ ҳам вафот кард. ӯ 20 сола буд ва ин мард худаш ӯро низ гӯронид. баъдан духтари дигараш ба шавҳар баромад ва фарзанде ба дунё овард ва хушнудие овард. аммо дере нагузашту ин духтараш низ аз дунё рафт ва ин духтарашро низ худаш бо дастонаш дафн кард. яъне 2 писарчаву ва 2 духтар. баъдан духтари сеюмаш 27 сола шуд ва бемор шуду ӯ низ вафот мекунад ва инашро низ худаш мегӯронад. дар умум 3 духтару 2 писар. баъд аз ин ҳама ғаму андӯҳ ғайр аз 1 духтар дигар фарзанде намонд ва аллоҳ таоло вайро боз бо писарчаи дигаре хушнуд гардонид ва ба ин дӯстрӯяк меҳру муҳаббат пайдо кард ва беандоза дӯст дошт. вақте ки ӯ 1.5 сола шуд, кӯдаки дӯстрӯяк низ вафот кард ва худаш дафн мекунад. чанд касро гӯронид? бале, 6 нафарро, 3 духтар ва 3 писарро. оё ту медонӣ ин мард кист? бале, ин пайғамбари мо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам. ҳар кас ки шахси наздикашро, азизашро аз даст медиҳад, ин дардро ошност. аммо ту магар аз пайғамбар беҳтар ҳастӣ? агар аллоҳ туро имтиҳон кунад, магар мехоҳад қасд бигирад аз ту? не, не ва не, чунин нест. аллоҳ таоло соҳиби ҳикматест ки аз ту наздикатро бигирифт ва ҳикматест дар он чӣ ки ба ту бидод. онон ки ҳар гоҳ мусибате ба эшон мерасад, мегӯянд ба ростӣ ки мо аз они аллоҳ таоло ҳастем ва ба сӯи ӯ боз мегардем. وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
سوره طلاق در مدینه نازل شده است و از 12 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ای پیامبر، اگر تو و مؤمنان می‌خواهید که زنتان را طلاق دهید، پس طلاق دهید. پس طلاق دهید زنها را در اولی عده‌شان، یعنی در پاک شدنی بعد از حیض که به آنها دست نرسانیده باشد و شماری عده را نگه دارید تا بدانید وقتی بازگشتن را. اگر بخواهید آنها را بازگردانید و از الله یکتا پروردگارتان بترسید و آنها را از خانه هایشان که زندگی میکردند تا کامل شدنی عده خود بیرون نکنید، یعنی مدت آن عده 3 حیض می باشد، مگر که عده پاینده خردسال یا کمپیر یا حامله دار باشد و از خانه تنها بیرون نروند، مگر پس همانا به خود ستم کرده خود را موردی هلاک قرار داده است. تو چی دانی؟ یعنی ای طلاق شده، شاید الله بعد از این طلاق امری را پدید آورد که تو نمیدانستی و او تو را بازگرداند. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. پس وقتی که عده زنهای طلاق شده بود شود، پس به وجه نیکو نگاهشان دارید و یا به وجه نیکو از آنها جدا شوید، یعنی با آنها معامله نیکو کنید و نفقهشان را دهید. و معنای به وجه نیکو نگاهشان دارید یعنی به آنها ضرر نرسانید و حق مهرشان را دهید. تفسیر طبری. و در هر دو حالت هم البته گواه گیرید، دو مسلمانی صاحب تقوا را، و ای شاهدان خالص برای الله گواهی را ادا کنید، نه برای چیزی دیگر. این حکم الله است. پند داده می شود به آن هر کی را که ایمان دارد به الله و روز قیامت، و هر کی از الله بترسد پس امرهای او را به جای آرد و از من کرده هایش پرهیز کند. الله راه نجات و خلاصی را از تمام غم و اندوه برایش پیدا کند. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. و از جایی که گمانش را ندارد سبب‌های به دست آوردن رزق و روزی را به او آسان می‌گرداند، و هر کی به الله توکل کند الله او را کافی است در انجام تمام کارها. هر آینه الله
کار خود را به اجرا می رساند. یعنی چیزی از او تعالی فوت نشود و چیزی او را عاجز نکند. همانا الله برای هر چیز، یعنی از سختی ها و آسوده حالی ها، یک اندازه و مقدار معین را مقرر کرده است. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. به زنهایی که به سبب کلانسالیشان از دیدن حیض ناامید شدند، اگر در شبهه افتادید که عده‌شان چقدر باشد، پس بدانید که عده‌شان گذشتنی 3 ماه است. و زنهایی که به سن حیض دیدن نرسیدند، عده آنها نیز 3 ماه است. و عده زنهای حامله‌دار وضع حمل یعنی تولد است. و هر کی از الله بترسد و حکمهای او را به جای آورد، الله کارش را در دنیا و آخرت آسان خواهد کرد. ذلك امر الله انزله الیکم ومن يتق الله يكفر عنه سیئاته ويعظم له اجرا. این همه آنچه ذکر شد از احکام طلاق و عده فرمان الله است که بر شما ای آدمان نازل کرده است تا به آن عمل کنید. و هر کی از الله بترسد، از گناه ها پرهیز کند و فرض ها را به جای آورد، گناهش را از او دور می کند و او را در آخرت پاداش بزرگ یعنی جنت می دهد. اسکنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. به قدر توانایی خود زنان طلاق شده را در وقت عده‌شان در جایی که خود سکونت اختیار کرده اید جای دهید و به آنها زیان نرسانید تا که تنگیری کنید به آنها در مسکن. و اگر حامله بودند نفقه‌شان را بدهید در وقت عده‌شان تا که تولد کنند. پس اگر فرزند شما را شیر می دهند مزدشان را به پرگی بدهید و با طرز نیکو با یکدیگر کارفرمایی یعنی توافق کنید. و اگر در باب شیر دادن به توافق نرسیدید، پس زنی دیگر غیر مادر طلاق شده بخواهید که کودک را شیر دهد. لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هر شوهری مالدار از مال خود بر زنی طلاق شده و بر فرزند نوزاد نفقه دهد و کسی که فقیر و تنگ دست باشد از هرچی الله به او داده است نفقه دهد. الله هیچ کم بغل را به مانند مالدار وظیفه‌دار نمی سازد و به زودی الله پس از تنگ دستی و سختی مالداری و آسانی پیش آورد.
وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. چی بسا مردمی دیه هایی که از فرمان پروردگارشان و پیامبرشان سرکشی کردند و به کفر و طغیان جرأت کردند، پس به سبب ناسپاسی این نعمتهای ما سخت به حسابشان رسیدیم و به عذاب وزنین عذابشان کردیم. فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا. پس عقوبت عمل خود را چشیدند، عاقبت کارشان زیانکاری بود. اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. الله تعالی برای آنهایی که امرهای الله و رسولش را به جا آوردند عذابی سخت آماده کرد. پس ای خیرتمندانی که ایمان آورده اید از الله بترسید. همانا الله برای شما یعنی ای مؤمنان ذکر نازل کرده است که شما را متذکر می سازد و شما را بر نصیبتان از ایمان به الله و عمل کردن به طاعتش آگاه می نماید. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. و این ذکر رسول الله می باشد که آیات روشن الله را برایتان می خواند تا کسانی را که به الله و رسولش ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند از تاریکی کفر به روشنایی ایمان آورد و هر کی به الله ایمان آورد و کاری شایسته کند پس بهشت های می در آورد که در زیر درختهایش رودها جاری است، همیشه در آنجا بماند و همانا الله برای مؤمنان صالح رزقش را در جنت نیکو گرداند. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله است که 7 آسمان و مانند آنها زمین یعنی 7 قبط زمین را بیافرید. فرود می آید تدبیر کار از جانب الله میان آسمان ها و زمین تا یقین بدانید ای آدمان که هر آینه الله به هر چیز قادر است، چیز او را عاجز نکند و هر آینه الله به علم بر همه چیز احاطه دارد. پس چیز از علم و قدرت او بیرون نمی شود. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی. شما ترجمه معنای سوره طلاق را شنیدید. در مدینه نازل شده است و از 12 آیت عبارت است.